همونو پر شدن دیگه من گفتم این از کجا پیدا شده سی قهرمان تشبوس کن در سیاسی آدما اولانبر میگفتن اونو ای ترس میلرزیدن درون چین پول همش قهرمان چرا 95 نبودن تا 2000 نبودن بعد همون خاموش انگشتن دیگر در دور سببش است من چرا از این جوامت قناعتمند نیستم چون که به مغز سوال به جزئیاتش جواب میتین و سوال هم جزئی هستند مغز نیست که این امارت دولت ما در دوره شوروی چرا فرو رفت دولت تاجیکستان کمونیستی تاجیکستان جمهوری سوویتی چرا فرو رفت چرا جنگ شهروندی در ترکمنستان نشد چرا جنگ شهروندی در قزاق نشد تضاد بودن دموکراسی و اسلامی دیگر چیزا بودن چرا تاتارها که 10 میلیون هستند در روسیه به مسئله اسلام و کمونیستی بود این تضادها چرا باشقرد نکرد همین کاره چرا قرقیز حتی همین کار نکرد تاجیکستان جنگ شهروندی بسیار خونریزانه بسیار بیرحمانه هر دو طرف من در حضور شما میگم که من دلم حاضر میسوزد که این قدر جهالت کار در بین مردم بودست و ما خودمان تمدن آفرین و وارثای رودکی اسماعیل سامانی و کمتر من وارث میگویم لیکن از فردوسی و از جامعه دیگران تمام دنیا را نصیحت کردیم لیکن خودمان یک پارچه نصیحت آنها را یک ذره به حساب نگرفتیم وقتی که بلا سر ما ابر بلا در سر ما آمد این قدر نصیحت 1.5-2000 ساله هیچی بود از پیش شعور مردم ما چرا سبب در چی است انا همین سوال است این اکبرشاه رفیق ماست ما جنجالم کرد سخت جنجالم کرد خفه هم شد یک دوره از من سخت همین با چند چیز کن سبب در چی است سبب در آش نیست در ماش نیست در هوش ما ماشک افته گشتیم دانه های ماشک این اکبرشاه بود است و این همین که رحمان نبیچ بود است و دیگر چیزا یکو میگم رحمان نبیچ من 100% تصدیق میکنم در پیش خداوند و در پیش خلق و دولت که یگان تمایل نباش به خونریزی میتونست همین کار کردن میتونست وقتی که کاخ پرزیدنت احاطه کردن در درون همون سکه پیشتره 4 بتر و چند تا چیز و یک نمیدونم چندین هزار قوطی تیر یک تیر میکشودن همش میگوره یک قسمشون میمرد و دیگرش میبری خودم باور کنید نکرد ما در پالوش بودیم در همون جا در شورای اول در پالوش بودیم این اکبر میرزاش زنده است خیرالله زنده است نکنید گفت این کارا نکنید وقتی که اپوزیسیا خست و آمد تلویزیون احاطه کردن تلویزیون تاجیکستان بنزواد دو بنزواد پوری بنزین گفتن که حالی میزنن رحمان نبیش بیا بزنی این را گفت نکنی فرزند مردم میبره من چی جواب میدم پیش اینو از خارجه هم به اون تلفن میشد فلانی از من ببر ما دستگیری میکنیم عثمانوف نغز میدونه این در پالوش بود اون وقت نزدیک بود در اونجا این هم عضو کمیته مرکزی بود اون وقت برای من این شخص به خونریزی تاجیکستان یک چکرم گناه نداره یک قهار محکمش تماما از این چیزا وقتی که خونریزی شد شما شاهد است این رفیقا هستن این رفیقای ما هستن اینجا تبرف هم است ما میدونیم یک هفته از گفت ماند اومردم وقتی که خون همی خیلی نبوده که همی از گفت ماند تماما برای اوی شاک بود که در حوله کمیته مرکزی خون ریخته شد دیگر در تالار در همون میدان این هم گناهکار نیست پس کی گناهکار است با این سوال کی جواب میتید چرا فقط مردم تاجیک ملت تاجیک سزاوار چنین جنگ شهروندی خانمانسوز شما یک چیز میگویم اگر دو بچه همسایه جنگ کنه مادر اینش میگوید بچه تو گناهکار مادر او میگوید بچه تو گناهکار همین دو نفره حساب و کتابش هیچ کس نمیومد که کیش گناهکاره این بچه گناهکاری اون وقتی که هزار آدم
همین در حرکت درگیری در گلوی هم دیگر میچستون کیو گناهکار و بیگناه را حساب کتابش میوبه وقتی که جزئیات میکنیم ما خطا میکنیم باید کلش بکنیم که کل در کجاست این جنگ تحویلی بود تحویلی این از بیرون سر ما آمد البته ایدئولوژی کمونیستی و شکل خودش ما را سرنگون کرد ما را نهضت اسلام سرنگون نکرده است من شاهدی میتونم در نزد شما ما را یگان دموکرات سرنگون نکرد ما را سرنگون کرد خود کمیته مرکزی ما را گرباچوف سرنگون کرد یلتسین یاکولف و همون خائنای رلیگاتوی دیگر انمی لوکاشنکو 97 سال گفت сначала нас пробовали потом на Украине пробовали потом это пробовали в Узбекистане потом в Казахстане потом в Киргизии извините таджики вы благородный народ вы очень доверчивый вы клюнули на это انا همین من در حضورتون اینا میگم سال 97 در حضورتون که شما باید همین قبول نمیکردید گرفتیم برادر با برادر زد شمال جنوب ولی بسیاری ها نمیگویند ما ملت پختن نیستیم هر راست میگویم ملت هستیم واقعا هستیم لیکن پخته نیستیم روس برای ملت شود 300 سال مبارزه کرد که روس مردم روس ملت شود ملت های دیگر با چند سال دیگر انگلیا 460 سال بعد ملت شد اگر نه انگلیا هم یک گرکو گیگر قطعی مردنک میکشتن هم دیگر همین خیلی دیگر فراد 300 400 سال 460 سال ما با فرصت پخته رسیدن نمون همین دوشنبه مرکز تشکل ملت تاجیک بود بخارا همینجا آمد سمرقند آمد بخارا همه کشتبار شدن آدمای بزرگ ترسون زاده خیلی دیگر نمیگویم همه لیکن همین پروسس کنده شد ما ملت پخته نیستیم همین هم استفاده بردن اگر نه کلاب و خطلون با غرم و او چیکار داره او زواد تقسیم نکرده است یا چراغا را تقسیم نکرده چی جنگ است بین رشت و غرم و دیگر و بین کلاب یگان چیزی نیست فقط همین چیزها را خوشروی استفاده بردن ما را در بازی انداختن مخالف این حکومت و پرزیدنت خیلی بسیار است خیلی من شما میگم بسیارشون گپ نمیزنن در خارج میرن ملقن همینجا در حضورشون هیچ جناب والی شما برای پادشاه در دنیا نیست گفتن نگردن و خیلی نبوده که تو همینجا گپ زن در خارج خاموش بود ملت تا خلقت پس نزن برای من این خوف وجود دارد ما درک کنیم که این بازی ها وجود دارد باشدن در پرده بازی های پنهان هم نخور لیکن بازی های پنهان حالی هم تمام نشده است که خود ما درک نکنیم